خب با فصل هفتم در خدمتتون هستیم. ابزارهای اولیه‌مون رو تکمیل کردیم و قراره که یک ایردراپ به سبک سوشیال و رایگان رو با هم دیگه انجام بدیم. یکی از پروژه‌هایی که در حال حاضر میتونیم داخل این دوره مثال بزنیم پروژه یونایت هستش که با هم دیگه می‌خوایم بررسی بکنیم که آدرسش هم این قسمت می‌بینیم. من وارد سایت میشم و با هم دیگه یک نوع کمپین سوشیال رو قدم به قدم با هم دیگه انجام میدیم. خب وارد سایت یونایت میشم. حالا پیدا کردن این نوع ایردراپ و شناساییش رو در فصل آینده بهتون توضیح خواهیم دادش. صرفاً این ابزارهایی که الان متصل کردیم و یک بار با هم دیگه باید مرور بکنیم. وارد سایت میشیم. این قسمت کانکت والت رو مشاهده میکنید که دقیقاً هم EVM والت رو برای شما نمایش میده. یعنی اون والت اصلی اتریومتون رو میخواد روی شبکه مینت. روی EVM کلیک میکنم، والت متاماسک. این قسمت کانکت رو میزنم و میبینید که پاکت یونیورس این قسمت هم تایید میکنه. من همیشه تاکیدم روی این هستش که این افزونه رو داشته باشین. توی خیلی از ایردراپ ها تاییدیه اولیه رو به شما میده و با خیال راحت میتونید ولتتون رو به اون کمپین و ایردراپ متصل بکنید. روی کانفرم من کلیک میکنم. این قسمت پیام موفقیت آمیز برای شما نمایش داده میشه. آدرسمون هم این قسمت میبینیم. حالا این بخش میخواد که توییتر خودتون رو متصل بکنید. روی کانکت ایکس من کلیک میکنم. توییتر هم که متصل شد مستقیم وارد سایت یونایت میشین در قسمت داشبورد. خب این بخش شما در حال حاضر توتال پوینتتون رو میبینید که فعلا امتیازی نداشتیم. آدرس ولتتون رو این بخش میبینید و یک سری کمپین هایی که برای شما قرار داده. به عنوان مثال اکشن ها و فعالیت هایی که ما میتونیم انجام بدیم. خب لینک رفرال هستش که میتونید دوستان خودتون رو دعوت بکنید. این بخش هایی که الان ما تمرکز داریم و میخوایم توی این بخش از دوره با هم دیگه کار بکنیم همین کمپین های گلکس هستش و کمپین های سایت زیلی. این دوتا مورد رو دقیقاً با هم دیگه انجام بدیم تا روال کار براتون مشخص بشه. من روی قسمت لیتس گو کلیک میکنم تا وارد کمپین های ایردراپی پروژه یونایت در سایت گلکس بشیم. خب ببینید وارد سایت شدین. این قسمت که حساب کاربریتون هستش برای شما نمایش داده میشه. این بخش هم پروژه مد نظرتون هستش که در حال حاضر پروژه یونایت هستش. میتونید فالو داشته باشین که اگر کمپین های ایردراپی جدید گذاشت برای شما نمایش بده. این بخش هم وظایفی هستش که برای ما قرار داده. به عنوان مثال گفته که اگر فالوی توییتر انجام بدین، لایک انجام بدین و ریتوییت، در مجموع این 4 تا تسک به شما 50 امتیاز خواهد داد. بریم با هم دیگه انجام بدیم. روی فالو یک بار من کلیک میکنم. میبینید فالو یونایت رو میزنم، برمیگردم به سایت گلکس و این قسمت تایید رو میزنم. چون ما توییترمون به این حساب کاربری متصل هستش و رصد میکنن یا اصطلاحاً ترک میکنن اکانت ما رو، تایید کردش که بله من این فالو رو انجام دادم و همچنین 2 تا لایک رو مجددا انجام بدیم. این قسمت روی لایک کلیک میکنم، صفحه رو میبندم، میام مورد بعدی مجددا لایک و میام این قسمت این 2 مورد رو که انجام دادم رو تایید میکنم. در بخش آخرم باید ریتوییتمون رو تکمیل بکنیم. روی ریتوییت کلیک میکنم و از من میخوادش که روی بخش ریپوست این کار رو انجام بدم. حالا اگرم آیکون ریپوست رو برای شما نمایش نداد به این شکل هست، شما میتونید روی این بخش کلیک کنید. میام این قسمت مجددا روی این وریفای کلیک میکنم و بله میبینید که این 4 تا تسک برای من تایید میشه و من وقتی روی کلیم کلیک بکنم این 50 پوینت و امتیاز رو دریافت خواهم کرد و اعتبار دیجیتالی رو به من خواهد داد. من روی اپروو کلیک میکنم. خب این 50 امتیاز به ولت من اضافه میشه. در زمان توزیع ایردراپ سایت گلکس آدرس ولت منو برای اون بلاک چین یونایت ارسال میکنه و میگه این ولت اعتبار سنجی شده و 50 امتیاز داره و من تایید میکنم که داخل کمپین های ایردراپی شما شرکت کرده. بنابراین من واجد شرایط میشم بابت دریافت ایردراپ. این نوع ایردراپ ها رو میگن ایردراپ سوشیال یا موردهای دیگه فقط ویزیت کردن سایت هستش یا این بخش به عنوان مثال یک رول
داخل دیسکورد دریافت کردنه. بریم این بخش هم با هم دیگه انجام بدیم. با یک کلیک ساده شما میتونید این بخش‌ها رو ویزیت بکنید و تاییدش رو بگیریم. به عنوان مثلا من فقط باز میکنم این بخش‌ها رو و روی تاییدها کلیک میکنم. در قسمت بعدی این هستش که شما باید یک رول و نقشی رو داخل دیسکورد یونایت دریافت بکنید. خب ما قبلا دیسکوردمون رو به سایت گلکس متصل کردیم، روش کلیک میکنم. این قسمت دعوت رو اکسپت میکنم. این قسمت رو تایید. خب وارد دیسکورد شبکه یونایت میشید. در ابتدا وارد هر دیسکوردی یا هر شبکه اختصاصی که شدیم باید یک بار وریفای خودتون رو انجام بدین تا از این چنل های این سمت بتونید استفاده بکنید. در ابتدا از شما میخواد که روی این بخش کلیک کنید. کامپلیت رو من میزنم. این قسمت تایید. خب این بخش از ما میخوادش که در ابتدا ایمیلتون هم وریفای کنید. من روی وریفای کلیک میکنم. یک ایمیلی برام ارسال میشه. وارد ایمیل هم میشم و روی اون لینک کلیک میکنم تا وریفای هم تکمیل بشه. خب ایمیل هم تایید میشه. میام این قسمت این تیک رو میزنم، روی سابمیت کلیک میکنم. خب در نتیجه این بخش فعال میشه. مجددا روی وریفای کلیک میکنم. کانتینیو. مجددا کانتینیو. خب این بخش از من میخوادش که سلکت بکنم که این عکسی که میبینم چی هستش. روی پیک کلیک میکنم و بله این گزینه وقتی برای شما فعال شد یعنی شما وریفای شدین، تایید صلاحیت شدین و یکی از عضوها و کاربرهای شبکه دیسکورد هستین. حالا این بخش دیسکورد رو میبینید که به عنوان مثال بخش سوالا هستش. هر گونه سوالی داشتین میتونید در این بخش بپرسین و ادمین های این پروژه به شما کمک خواهند کرد. این بخش هم باگ ها رو میتونید اعلام بکنید و هر بلاک چینی که دیسکورد داشته باشه این بخش چنل ها رو فعال داره و میتونید هر گونه سوالی داشتین یا این بخش انانسمنت ها میتونید اطلاعیه‌ای در مورد اون پروژه و کمپین‌های جدیدش با خبر بشین. بسیار سایت جذابیه سایت دیسکورد و یا اصطلاحاً بگیم صفحه اجتماعی دیسکورد و خیلی از سوالاتتون میتونه اینجا برطرف بشه من باب این قضیه که ایردراپ چه زمانی احتمالاً توزیع میشه و در مورد اینکه شرایط دریافت ایردراپ چی هستش میتونید با ادمین های این قسمت صحبت داشته باشید. من مجددا برمیگردم سایت گلکس، رولمو دریافت کردم. این قسمت روی این تایید کلیک میکنم و بله میبینید که این بخش هم تایید میشه. به دلیل این قضیه که ما دیسکوردمون به حساب کاربریمون متصل هستش ما رو رصد میکنن، ترک میکنن و بله این قسمت رو تایید میکنن که این کار انجام شده و مجددا من میتونم این بخش دوباره 50 امتیاز رو دریافت کنم. تمام تسک‌های سایت‌های گلکس به همین شکل هستش. لایک، ریتوییت یا به عنوان مثال جوین دادن داخل تلگرام و موارد دیگه. برمیگردم توی سایت یونایت. خب این قسمت گلکس رو با هم چک کردیم. بریم بابت کمپین های سایت زیلی هم یه چند نمونه با هم دیگه انجام بدیم تا روال این کار هم ببینید. وارد سایت زیلی میشم. این قسمت میبینید که آیکون یونایت هستش. اگر روی جوین کلیک بکنید کمپین های ایردراپی پروژه یونایت رو به صورت مستمر خواهید دید. تسک اولمون جوین دادن هستش به دیسکورد. خب ما این کار رو داخل سایت گلکس هم انجام دادیم. صرفا فکر کنم با یک کلیک این اتفاق بیفته. کانکت رو انجام میدم روی آتورایز. دیسکورد هم متصل میشه به سایت زیلی. این بخش هم میتونید توییترتون رو متصل بکنید که در فصل قبلی توضیح دادم میتونید در قسمت اکانتتون از قبل اینها رو آتورایز بکنید و اصطلاحاً متصل بکنید به سایت های زیلی و گلکس. خب میام این قسمت تسکی که هستش از ما وظیفه‌ای که میخواد جوین شدن داخل دیسکورد یونایت هستش و اینکه رول وریفای رو دریافت کنید که ما این کار رو در مرحله قبلی برای سایت گلکس انجام دادیم. صرفا روی این بخش کلیک کنید، میان این قسمت و مجددا روی کلیم کلیک میکنید و چون این کار ما قبلا انجام دادیم و دیسکوردمون به این سایت متصل تایید میشه و روی کلیم ریوارد کلیک میکنید. روی نکست کوست کلیک بکنید. حالا تسک های بعدی هستش که
همون منوال کار هستش و بسیار ساده شما میتونید امتیازهای این کمپین ایردراپی هم انجام بدید. بنابراین ما داخل این فصل یک نمونه ایردراپ سوشیال به صورت قدم به قدم با هم انجام دادیم که سعی میکنیم تو فصل‌های آینده نمونه‌های ایردراپی دیگه هم با هم دیگه انجام بدیم.